سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی حسینی هستم. امروز اومدم خدمتتون با ویدیوهای آموزشی اوردر بلاک و یه ستاپ کامل و یه استراتژی کامل که میتونید توی مارکت فارکس و کریپتو استفاده کنید. خب، ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا یه دونه سقف کوتاه مدت داریم و قیمت اومده چیکار کرده؟ بالای اون سقف کوتاه مدت کلوز داده. میبینید که کلوز کرده و یه دونه سوینگ ساخته. یه دونه سوینگ های ما اینجا داریم که قیمت اون رو ساخته و اومده پایین. ما به این کندل میگیم اوردر بلاک. حالا بعد چرا بهش میگیم اوردر بلاک رو بهتون توضیح میدم. قیمت اومده و به این اوردر بلاک ریاکشن نشون داده. میبینید که در این کندل به اوردر بلاک ریاکشن نشون داده و به ادامه حرکتش ادامه داده. خب بریم یه دونه رکنایی هم که نیاز داره. در این نقطه ما باید یه دونه حمایت یا مقاومت داشته باشیم. خب در اینجا ما باید یه دونه حمایت یا مقاومت داشته باشیم که قیمت بخواد به اون ریاکشن نشون داده باشه. میتونه این حمایت و مقاومت با FVG، فیر ولیو، همون فیر ولیو گپ، اوردر بلاک و یا سویپ، بای سایت لیکویدی، سل سایت لیکویدیتی که اینا رو توی بخش نقدینگی کاملا تدریس کردیم. خب قیمت به این باید به این نواحی ریاکشن نشون بده که ما یه همچین ستاپی رو ببینیم و ملاکایی که باید داشته باشه. یه نقطه حمایتی و مقاومتی داشته باشه که الان گفتیم چیه. یک سقف کوتاه مدت که میشه این قیمت میسازه. قیمت سقف کوتاه مدتی که ساخته رو میزنه به همین صورت و به سمت پایین حرکت میکنه، به سمت اوردر بلاک برمیگرده و ادامه حرکت خودش رو انجام میده. خب این در مثال نزولیش بوده. خب بریم یه مثال سودی دیگه هم با هم ببینیم. قیمت میاد یه دونه کف میسازه. همونطور که میبینید یه دونه کف ما اینجا داریم، قیمت میره بالا، یه دونه سوینگ اینجا میسازه و شروع میکنه رفتن به بالا. بعد برمیگرده به این اوردر بلاکی که ما داریم ریاکشن نشون میده و ادامه حرکتشون میده. معمولا به این شکل نیست، میتونه کلوزش به صورت شادو باشه، یعنی در اکثر اوقات معمولا با شادو میاد، ولی خب بعضی اوقات هم هستش که با بدنه کامل کندل میاد و این توی اوردر بلاک کلوز میده. برای همین من از بدنه کامل کندل استفاده کردم که اگه دیدید بعضی اوقات چیز نکنید، تعجب نکنید. خب اینم مثل همون میمونه، به یه نقطه حمایتی نیاز داره. باید به یه نقطه حمایتی خورده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که ما هستیم باید یه نقطه حمایتی باشه. حالا اون نقطه حمایتی میتونه اوردر بلاک، فیجی و غیره باشه. کفو میزنه که میبینید اینجا کف خورده شده و استاپا زده شده. به سمت بالا حرکت میکنه و سپس برمیگرده به اوردر بلاک و ادامه حرکت خودش رو میده. خب بریم چند تا مثال روی چارت پوند ببینیم. من نوایی که باید تدریس میکردیم و از قبل نشون کرده بودم که با هم دیگه نگاه کنیم. خب این مثال 4 ساعتشه، این مثال 1 روزه. خب ما اینجا چی داریم؟ بذارید اول از همه اینا حذف کنم. خب ما اول از همه اینجا یه دونه FVG سعودی داریم، درسته؟ پس ما یکی از گزینه‌ها رو الان داریم. دیگه باید چی داشته باشیم؟ 4 تا دیگه باید داشته باشیم. خب ما نیاز داریم که قیمت یه دونه قبلش کف کوتاه مدت زده باشه. خب اینجا یه دونه کف کوتاه مدت ما داریم، قیمت اومده پایین، یه دونه سوینگ ساخته. ما در اینجا یه دونه سوینگ داریم، قیمت رفته و چیزی که ما نیاز داریم برای اینکه اوردر بلاک ما تایید بشه اینه که بالای این سقف کلوز بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما میگیم توی تایم فریم 4 ساعته. خب توی تایم فریم 4 ساعته لوکیشنش عوض میشه. میایم توی تایم فریم 4 ساعته. خب این همون کفیه که ما بهش میگفتیم کف کوتاه مدت. قیمت این یک کف کوتاه مدت میسازه، بعد میاد پایین، یه دونه سوینگ تشکیل میده. ما چیزی که نیاز داریم برای اینکه قیمت
برای اینکه بتونیم وارد معامله بشیم اینه که قیمت بالای این سقف یا این سقف، یکی از این دوتا وابسته به خودتون میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی رو به عنوان تاییدیه استفاده میکنید. من از این سقف به عنوان تاییدیه استفاده میکنم چون این خودش یه نوع سوینگ محسوب میشه. دلم میخواد که قیمت بالای این نقطه کلوز بده با کندل، با بادی کندل کلوز بده که همونطور که میبینید تو این نقطه کلوز داده. و حالا همین بادی کندل برای ما میشه اوردر بلاک. این شاید سایزش خیلی بزرگ باشه ولی ما به این کندل میگیم اوردر بلاک. حالا وقتی که با FVG همخونی داشته باشه یه کانسپت جدید به وجود میاد که بهش میگن اوورلپینگ. وقتی که اوردر بلاک و FVG در یک نقطه قرار داشته باشن و با هم همگرایی داشته باشن ما به اون میگیم اوورلپینگ و قیمت رو به سمت بالا هدایت میکنه همونطور که میبینیم. خب ما در اینجا چی داریم؟ در همین نقطه یه دونه کف کوتاه مدت. قیمت چیکار کرده؟ زیر کف کوتاه مدت سویپ کرده و ما این نقطه رو داریم. باید بالای این نقطه برای ما کلوز بده تا ما بتونیم به عنوان تاییدیه ازش استفاده کنیم. خب قیمت یه کار خوبی که کرده اومده بالای جفتش کلوز کرده و ما اینجا چی داریم؟ FVG و اوردر بلاک. حالا تو این نقطه اوردر بلاک ما اینجا بوده، چون به مجموعه ای از کندل های نزولی ما میگیم اوردر بلاک. الان ما دو تا اوردر بلاک اینجا داشتیم، یکی این و یکی این. قیمت اومده به این یکی ریاکشن نشون داده. خب بریم یه دونه دیگه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم تو همین روند. خب بذارید من قبلی ها رو پاک کنم. ما اینجا چی داریم؟ یه دونه کف کوتاه مدت. قیمت اومده چیکار کرده؟ با بدنه یا شادو میتونه پایینش کلوز ببنده. ما نیاز داریم که این بالا کلوز بشه با بادی. خب به این نقطه ما میگیم اوردر بلاک. میبینید که قیمت اومده بهش ریاکشن نشون داده و رفته بالا. خب حالا بازم قیمت میتونسته بیاد ریاکشن نشون بده، یعنی ما حالا با FPG اگه با اوردر بلاک نتونستیم ورود کنیم با این نقطه، در این نقطه میتونستیم ورود بزنیم و بریم باز بالا. ولی نقطه‌ای که قیمت ما دوست داشتیم بهش ریاکشن نشون بده این یه تیکه است. میتونید شادو رو در نظر بگیرید. اگه بخواید شادو رو در نظر بگیرید این یه تیکه هم میتونید در نظر بگیرید، ولی بادی ها معتبرترن. معمولا بادی ها از شادوها معتبرترن، ولی اگر بخواید که شادو رو در نظر بگیرید در واقع این اوردر بلاک شما میشده. پس باید یکیشو از قبل برای خودتون تعیین کنید که میخواید از بادی کندل اوردر بلاک رو در نظر بگیرید یا از شادو. اگر از شادو در نظر بگیرید استاپ لاس های بزرگتر و یه مقدار ریسکتون بیشتر میشه، ولی موقعیت های بهتری هم ممکنه براتون پیش بیاد. یعنی هر کدوم خوبی‌ها و بدیهای خودشونو داره. خب ما در ادامه اینجا چی داریم؟ اه، یه دونه کف کوتاه مدت. قیمت اومده چیکار کرده؟ یه دونه سوینگ تشکیل داده. می‌بینید که اینجا ما یه سوینگ داریم. چیزی که الان ما می‌خوایم ببینیم چیه؟ اینه که قیمت بالای این سقف کلوز ببنده. خب بالای این سقف کندل کلوز داده و رفته بالا و این نقطه ورود ما میشد. می‌بینید قیمت بادی کندل ریاکشن نشون داده و حرکت رو به بالا داشته و به سمت بالا پرواز کرد. خب در همین نقطه یه مثال نزولی با هم دیگه ببینیم. خب این خودش کف کوتاه مدت، یعنی اون چیزی نیست که ما میخوایم روش ترید کنیم و اینجا ما هیچ، اگه یادتون باشه ما یکی از مثالایی که داشتیم این بود که یه دونه نقطه حمایتی داشته باشه که قیمت بهش برخورد کرده باشه. اگه قیمت فرضاً اینجا یه نقطه حمایتی مقاومتی باشه که قیمت بهش برخورد کرده بوده، ما کفی رو نداریم، یعنی اولین کفی که باید میزده قیمت همین کف بوده ولی نتونست اینو بزنه، پس ما در نتیجه اینجا اصلا ورود نداشتیم. خب بریم ادامه روند. قیمت میاد اینجا ورود میکنه، ما تو اینجا با این استاپ لاس و تارگت ورود میکنیم و همونطور که میبینید قیمت میاد و خیلی خوشگل تارگت میزنه. خب ما فرض میکنیم که شما با شادو ورود کردید. می‌بینید که الان در اینجا ریسک و ریواردتون همونطور که گفتم میاد پایین‌تر، ولی نقطه ورودتون احتمالی که وارد معامله بشید بیشتره، ولی همینطور ریسکش هم افزایش پیدا می‌کنه.
استاپ های بیشتری میخورید. خب بریم با هم دیگه نمونه دیگه ببینیم. خب اینجا ما یه دونه FVG داریم، درسته؟ هم FVG هم اوردر بلاک. قیمت اومده چیکار کرده؟ یه دونه کفی که ما ساختیم، کف کوتاه مدت، میاد زیرش یه دونه سوینگ جدید میسازه. ما منتظریم که قیمت بالای این سقف کلوز ببنده. بعد از اینکه کلوز بده، ما با بادی این کندل به سمت بالا پوزیشن لانگ میگیریم. قیمت چیکار کرده؟ بالای این سقف کلوز زده، به اوردر بلاک برگشته و روند خودش رو ادامه داده. دوباره بریم یه مثال دیگه ببینیم. این چیزی که هر روز توی مارکت تقریبا اتفاق میفته تو تایم فریم 15 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه و یک روزه، یک هفته و ماهانه. فرقی نداره چه تایم فریمی استفاده می‌کنید، صرفا چون توی ویدیو قبل ما از تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه استفاده می‌کردیم، گفتم اینو توی 4 ساعته بذارم، وگرنه فرقی نمی‌کنه. اینجا یه دونه سقف داشتیم، کف داشتیم، قیمت اومد یه دونه سوینگ ساخته، استاپ لاس های این زیرو برداشته. چیزی که ما منتظریم اینه که قیمت بیاد و بالای این سقف کلوز ببنده و از این به عنوان اوردر بلاک استفاده کنیم. همونطور که می‌بینید قیمت اومده و بهش ریاکشن نشون داده. تارگت ما کجا بوده؟ این دوتا سقف دوقلو که ما تو بخش نقدینگی کامل توضیح دادیم. و یه تارگت 1 به 2 به ما میداد. خب در این نقطه اینجا بذارید یه چیزی رو نشونتون بدم. ما اینجا چی داریم؟ قیمت اومده سویپ کرده، درسته؟ یعنی در این نقطه ما یه سویپ داشتیم. منتظر چی هستیم؟ یه دونه سقف کوتاه مدت اینجا داشتیم و یه دونه سوینگ اینجا ما برامون قیمت میسازه. یه دونه چنج اف درکتر به ساختار مارکت توضیح دادیم و یه دونه اوردر بلاک. این اوردر بلاک ما بوده و همچنین این هم اوردر بلاک بوده. همونطور که میبینید قیمت اومده بهش ریاکشن نشون داده و ریخته. ولی خب اون اوردر بلاکی که قیمت رو کامل به سمت پایین هول داده اینه، یعنی چیزی که ما باش ما پوزیشن میگیریم این. خب قیمت اومده بهش ریاکشن نشون داده و رفته بالا. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اینجا سویپ شده و سویپ کردن یک نقطه همون PDRA توی ICT یا نقاط حمایتی مقاومتی هستن و ازشون میشه استفاده کنید. در این نقطه مثلا ما یه دونه سویپ داشتیم و منتظر چنج اف کاراکتر بودیم، اومده به اوردر بلاک ریاکشن نشون داده و رفته به پایین. خب بریم دیگه با هم دیگه ببینیم چی می‌بینیم. اینجا یه کف دوقلو هست که احتمالاً قیمت میاد و به این صورت میزنش. خب ما اینجا فعلا معامله نداریم تا در این نقطه. اینجا یه دونه سقف کوتاه مدت داشتیم، تو تایم فریم پایین‌تر این اتفاق افتاده احتمالاً. یعنی اگه ما بریم توی 1 ساعته، بریم توی 1 ساعت، این اون نقطه است. ما به یه دونه ما یه سقف سویپ کردیم، قیمت اومده بالاش کلوز کرده و خب داره میریزه. چیز جایی که ما می‌خوایم بخوره این کف هستش. چیزی که ما می‌خوایم ببینیم اینه که این کف خورده بشه، زده بشه، به اصطلاح حالا برده بشه زیاد جالب نیست. و چیزایی که ما نیاز داریم برای تاییدیه چیا بودن؟ اول از همه این که قیمت باید یه دونه سقف کوتاه مدت بسازه، بعد بیاد اون سقف کوتاه مدت رو بزنه، به سمت پایین حرکت کنه و یه اوردر بلاک بسازه و بیاد به سمت ریاکشن نشون بده و شروع کنه به ریختن. خب، اینجا اون اوردر بلاکی بوده که البته این ما اومدیم تو تایم فریم پایینتر میتونیم مثلا این یه تیکه هم اوردر بلاک حساب کنیم، ولی خب فرضاً ما تا همون تایم فریم 4 ساعته اینو میخوایم اینجا ورود کنیم. استاپ لاسمون میشه بالای این سقف، نقطه ورودمون اینجا و تارگتمون میشه اون دوتا کف دوقلو. یه ریسک فریوارد 1/3. ما دنبال ریسک فریواردهای فضایی نیستیم و اصلا کارمون هم این نیست. کار ما چیز دیگه ایه. کار ما اینه که وین ریت بالا داشته باشیم، نه ریسک فریواردهای فضایی. خب میریم توی تایم فریم 4 ساعته و این یه نقطه ورود، یه مثال از نقطه ورود توی تایم فریم 1 ساعته بود. خب بریم باز ببینیم با هم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. قیمت اومده خورده به این FVG، میبینید
اون وقت وقتی که یه مدت خیلی زیاد اینا رو رسم میکنید و ترید میکنید باشون چشاتون عادت میکنه. مثلا الان دیدید من وقتی گفتم شاید FVG، شاید شما مثلا در همون نگاه اول ندیدیدش، ولی من چون یه مقدار سابقه تریدم مثلا احتمالا از شما بیشتر باشه، این نقاط رو سریعتر میبینم و سعی کنید اینا رو با تمرین مکرر و تریدای متعدد انجام بدید تا بتونید این نقاط رو ببینید. بعضی اوقات از چش در میرن، ولی خب اگه از دستتون در رفتن، اینجا اندیکاتورهایی هستن که شما میتونید استفاده کنید. یکیش هم همین اولین گزینه است. من وقتی که چشام عادت نداشت و تازه تی استفاده میکردم از این اندیکاتور استفاده میکردم، ولی پیشنهاد میکنم نکنید، چون یه مقدار میدونید اگه اینا رسم کنید بهتر. خب در این نقطه ما چی داریم؟ یه دونه سویپ، چی بخش قیمت خورده به یه دونه اوردر بلاک کف. اوکی کجا رفت؟ ایناش. قیمت خورده به یه دونه FVG، کف کوتاه مدت قبلی رو زده و ما چیزی که نیاز داریم ببینیم اینه که قیمت بالای این سقف، بالای این سقف کلوز بده و اینجا اوردر بلاک ما اینه که قیمت بهش برنگشته و ما استاپ لاس می‌خوردیم در نگاه اول. این توی تایم فریم روزانه ببینیم مشکل این قضیه چی بوده. باشه. خب توی تایم فریم 4 ساعته برگشته. اوردر بلاکی که باید ریاکشنشون میداده متاسفانه به این نقطه بازار همیشه پرفکت هم نیست، قیمت برگشته و این یه تیکه ما ممکن بوده استاپ لاس بخوریم، ولی اگه شما با FVG ورود میکردید احتمالاً استاپ نمیخورد. خب قیمت چیکار کرده؟ قیمت اومده به FVG خورده و شروع کرده ریختن، کف رو زده. خب ما اینجا یه سویپ داشتیم. قیمت در اینجا در این نقطه یه دونه سویپ رخ داده که ما میتونیم به عنوان پی دی اری ازش استفاده کنیم. یه دونه کف کوتاه مدت و یه دونه سوینگ اینجا تشکیل شده. ما دوست داریم چی ببینیم؟ که این سقف زده بشه. خب با شادو بسته شده، پس دوست داریم بالای این شادو اول کلوز بده. قیمت بالای این شادو کلوز داده. اوردر بلاک ما کجا میشده؟ اوردر بلاک ما در این نقطه بود. این که قیمت برگشته به FVG. پیشنهادی که دارم، یکی از پیشنهادهایی که تریدایی که خودم انجام میدادم این بوده که به این صورت ورود میکردم. یعنی چی؟ یعنی 50% FVG رو در نظر میگرفتم و این اوردر بلاک و در 50% این FVG و در همگرایی این شادو ورود میکردم و خب تارگت اینجا میتونستیم این سقف رو داشته باشیم. نزدیکترین سوینگی که داره فکر میکنم اینجا باشه. نه، این یه نقطه هم میتونه باشه. خب بریم ادامه چیز. مثال. خب منتظریم که قیمت، خب ببینم اینجا چی داشتیم. ما در این نقطه یه نقطه حمایتی داشتیم، ولی خب این ممکنه توی تایم فریم روزانه باشه، چون یه مقدار می‌بینید شکلی زیاد جالب نیست. احتمالاً این یه حمایت تایم فریم بالاتر بود. خب یه دونه کف کوتاه مدت داشتیم، قیمت اومده بود کندل زیرش کلوز زده، به سمت بالا حرکت کرده. ما دوست داشتیم که بالای این یه تیکی کلوز بده و اوردر بلاکی که ما باهاش ورود می‌کردیم باید اینجا وابسته به خودتون بوده. میتونستید اینو، این یه تیکه رو یا این یه تیکه رو به عنوان اوردر بلاک استفاده کنید. ولی خب چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که در جهت FVG اوردر بلاکتون رو انتخاب کنید که با هم دیگه همگرایی داشته باشن. هر چقدر تاییدیه ما بیشتر باشه، احتمال اینکه وین ریت پوزیشنمون بره بالاتر بیشتره. و تارگتی که انتخاب میکردیم، مثلا بر فرض مثال ما 50% این FVG، ابزاری که برای چیز 50%ش استفاده میکنم اینه و ستینگش هم به این صورت.
حالا اگه دوست داشتید استفاده کنید از این استفاده کنید. 50% قیمت اومده به 50%ش ریاکشن نشون داده. این ریسک ریواردتون رو، یعنی استاپلاستون رو کوچیک‌تر میکنه و ریسک ریواردتون رو افزایش میده. ما میتونستیم این سقف رو تارگت کنیم که قیمت اومده و سقف رو زده، ولی خب ما دنبال یه همچین معامله فضایی نیستیم و احتمالاً تارگت اولمون این سقف بوده. خب 1 به 2 نمیداده، این سقف میتونسته باشه. اینجا 1 به 2 میداده، میتونه پایین تر باشه. اینجا هم 1 به 2 میده. خب بریم باز ببینیم چه نواحی داریم. در اینجا همونطور که میبینید قیمت اومده بدون FVG اکشن نشون داده، زیر سویپ کرده و چیزی که ما دوست داریم ببینیم اینه که بالای این سقف کلوز داده باشه. اوردر بلاک ما کجای اوردر بلاک ما این نقطه است و خب قیمت بهش نرسیده. میریم جلوتر، میبینیم جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاده. قیمت رفته و اینجا یک چنج آف کرکتر داشتیم. اینجا یه چنج آف کرکتر داشتیم و دوباره همین اتفاق. میبینید که قیمت یه دونه سقف کوتاه مدت ساخته، میره بالاش کلوز میده و میاد پایین. ما دوست داریم این کف خورده بشه و از این نقطه به عنوان اوردر بلاک استفاده کنیم. استاپ لاسمون کجا؟ بالای. خب از اینجایی که استاپ لاسمون بزرگه و تارگتمون هم بزرگ باشه و میبینید که قیمت اومده و این ناحیه که ما مد نظر داشتیم و زده و رفته. خب الان روند ما به سمت نزول تغییر جهت داده. میبینید که اینجا ورود نکردیم، خب ولی وقتی اینجا به اون ورود نداده و طی این زمان طولانی برنگشته، این نقطه ورود ما منتفی میشه، چون نباید از اون، یعنی از اون تایمی که باید بگذره. الان این خیلی روند طولانیه واسه اینکه برگرده. من اگه هر موقع به اینجا برگرده، شاید مثلا دلم بخواد وقتی قیمت به این FVG برگشت دلم بخواد سل بگیرم، دوست داشته باشم قیمت بیاد بخوره به اینجا، به این FVG این یه تیکه و بره بالا و یه همچین چیزی رو بگیرم. ولی خب در هر صورت جفتش هم رخ نداده. چرا؟ چون خورده اینجا به یه دونه FVG دیگه. می‌بینید حالا چرا این FVG معتبرتره؟ چون ما اینجا ساختار تغییر ساختار داریم. یه دونه مارکت استراکچر شیفت، قیمت اومده به FVG خورده، در این نقطه اوردر بلاک هم داره، یعنی FVG و اوردر بلاک با هم توی یه نقطه قرار دارن و این چیزی که قیمت رو به سمت پایین بونده. می‌بینید اگه بخوام بریم دقیق رسمش کنیم، احتمالاً به همین اوردر بلاک خورد. اوردر بلاک ما این بوده. می‌بینید قیمت شاید رو هم دیگه 2 پیپ هم این بالا نرفته و شروع کرده بریزش. خب پس ما توقع داشتیم که این کف بخوره، ولی خب توی حال حاضر مارکت تریدش نکردیم. بریم ببینیم در ادامه چی می‌بینیم. ساختار مارکت نزولیه، پس احتمالاً معاملات ما به سمت سده. در اینجا چی داشتیم؟ یه دونه FVG، بکنم نه همینجا یه دونه FVG داشتیم، قیمت میاد بالاش. در این نقطه ها، در یه همچین فرمای کندلی، خب اینو کلوز در نظر نگیرید، چون می‌بینید همونطور که قیمت رفته بالا همون جوری هم اومده پایین. اینجور چیزا رو من کلوز در نظر نمیگیرم، کلوز بادی در نظر نمیگیرم. میگن که FVG ها نباید با بدن کندل توش کلوز داده بشه و فقط باید با شادو بره و بیاد پایین، ولی خب من این نقاط رو به عنوان تاییدیه استفاده میکنم، یعنی دوست دارم که توی این نقاط ترید کنم. ما اینجا چی داشتیم؟ قیمت اومده به FVG ما خورده. بریم توی تایم فریم 1 ساعته. خب اون فرمی که ما میخواستیم رو تشکیل نداده، ولی خب یه دونه سقف کوتاه مدت داشتیم. می‌بینید یه سقف کوتاه مدت قیمت رفته بالش کلوز داده، یه دونه سوینگ کامل ساخته، یه دونه سوینگ کامل ساخته و چیزی که ما دوست داریم ببینیم اینه که پایین این کف کلوز اومده. قیمت پایین این کف کلوز داده و
ما در این نقطه 2 تا اوردر بلاک داریم. یکی این نقطه که می‌بینید چقدر قیمت تمیز بهش ریاکشن نشون داده، با FVG همگرایی داشته و میتونستیم توی همین نقطه با استاپ لاس بالای این سوین و TP این کف ورود کنیم. این کف هم میتونستیم ورود TP اولمون اینجا باشه، پارشال کنیم، پارشال بگیریم، یعنی پارشال کنیم، پارشال بگیریم و در این نقطه بزنیم مثلا 20% معاملمون بره. اینا دیگه مدیریت سرمایه است که بعدا اونها هم بتون توضیح بدم. خب بریم توی تایم فریم 4 ساعته. این جایی که اینجا میتونستیم ورود کنیم، این نقطه ورودمون در این برابر. خب اینجا چی داریم؟ یه دونه FVG. این چقدر تمیز بهش ریاکشن نشون داده. خب یه دونه سقف کوتاه مدت. کجا دلمون میخواد کلوز بدیم؟ زیر این کف. آیا ما کلوز دادیم؟ بله. این اون نقطه‌ای بوده که ما با زیرش کلوز بدیم. چرا؟ چون قیمت بار اول با شادو رفته و زیر این کلوز داده و دفعه بعدی که برگرده باید زیر این شادو کلوز بده. حواستون رو جمع کنید. خب ما در اینجا یه دونه FG داریم. خب قیمت پیش برنگشته و ما رو سوار نکرده و رفته پایین. احتمالاً جای دیگه میتونستیم ورود کنیم. خب اینجا ما رو برنگردونده، ولی تو این نقطه با اوردر بلاک ما رو برگردونه. میبینید اینجا یه اوردر بلاک داریم، قیمت برگشته و بهش ریاکشنش. خب ببینیم دیگه چه نقطه ورودایی داریم. فکر می‌کنم قیمت اینجا به این نقطه خاصی خورده. خب دیگه چارت پوند و فکر می‌کنم 1 سال اخیرش رو کامل با هم تحلیل کردیم. امیدوارم موفق و پیروز باشید و خوشحال میشم این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید. تا درود دیگر، بدرود.